به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بیننده گرامی. من حسن فتحی هستم، صاحب برند دژن با 14 سال تجربه در فروش نصب و اندازه تیزر ژنراتور در استان‌های مختلف و کشورهای مجاور. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت میذارید و این ویدیو رو میبینید. در این ویدیو میپردازیم به مشخصات فنی و اپراتوری تیزر ژنراتور 88 کاوای پرکینز برند دژن. فرصت ما در این معرفی تا حدود زیادی کم هست، 5-6 دقیقه. اگر هر نکته سوالی در مورد محصول داشتید، من به صورت جداگانه و از طریق راه‌های ارتباطی که در اسلاید آخری ویدیو هست در خدمت شما هستم. موتوری که در ترکیب این تیزر ژنراتور استفاده میشه پرکینز مدل 1104 TG توب است. من اسم این موتور رو برای شما تفسیر میکنم. 11 یعنی خانواده موتور هست، خانواده 11 یا 1100 پرکین. دور هم 04 تعداد سیلندرهای موتور هست، این موتور 4 سیلندر. ای امیشن آلایندگی موتور هست، نشون میده که این موتور پایین‌ترین امیشن رو داره. سیستم کنترل و سوفت این موتور مکانیکال هست. 44 حجم موتور از 4400 cc. تی مخفف توربو شارژر هست، یعنی موتور مجهز است به توربو شارژر. و جی یعنی جنریتور، یعنی اینکه موتور طراحی شده و ساخته شده برای استفاده در ترکیب دیزل ژنراتور. این عدد 2 هم نسل موتور هست. اگر ویدیو قبلی من رو دیده باشید در مورد پرکینز، همین اسم این موتور با TG1 یا TG1 توان 72 کاوای موتور هست و TG2 توان 88 کاوا. توان حداکثری یا استنبای موتور 88 کاوا هست. میتونید از این موتور هم به صورت ایمرجنسی و هم به صورت پرایم پاور استفاده کنید. ایمرجنسی یعنی به صورت اضطراری، جایگزین برق شبکه یا برق شهری. 1 ساعت 2 ساعت یا هر چیزی که برق داشته باشید میتونید از این موتور استفاده بکنید. و پرایم پاور یعنی به عنوان منبع اصلی یا مصرف دائمی در اصطلاح، چه صورت یک شیفت کاری 8 تا 10 ساعته در کالبان و یا حتی به صورت شبانه روزی در معدن یا آنسا. حجم سیلندر این موتور 4400 cc هست. من برای اینکه همیشه ذهن مخاطب آشنا بشه با مفهوم حجم موتور دو تا مثال میزنم. حجم موتور پراگ 1300 cc و موتور لندکروز 4000 cc هست. قدرت این موتور در فلای ویل بهش میگن قدرت ترمز حداکثر 80 کیلووات مکانیکال است. رسیم به بحث بعدی این موتور که در این قسمت رو بشن دارش توضیح داد. حداکثر آمپر استفازی که از این موتور میشه استحصال کرد 125 آمپر است. این در شرایطی است که موتور بتونه با توان 88 کاوا در 88 کاوا 125 آمپر میده. این توان استندبای است. لطفاً دقت بفرمایید. توان استندبای یعنی توان نامی، یعنی حداکثر توانی که موتور در بهترین شرایط خودش میتونه از خودش نشون بده. اول اینکه قرار نیست این موتور با 125 آمپر در یک شیفت کاری یا 24 ساعت کار بود. توان استندبای طبق پرکتینگ‌های مربوطه به مفهوم 1 ساعت در هر 12 ثانیه. باز این به این مفهوم نیست که شما 1 ساعت میتونید با توان 125 آمپر با موتور کار بکنید. نه، 1 ساعت در 12 ساعت یعنی هر 1 دقیقه 5 ثانیه. این ظرفیت پیش‌بینی میشه در تمام طول ژنراتوری برای مقابله با بارهای ناگهانی که به صورت مقطعی وارد مدار میشن و بعد از مدار خارج میشن. تمام الکترونیک، کمپرسور، کولرها، اسپلیت‌ها، هیترها و امثال اون یه لحظه وارد مدار میشن، بار زیادی میکشن و بعد دوباره از مدار خارج میشن یا بارشون کم میشه. ظرفیت استندبای موتور پیش‌بینی شده برای مقابله با اون بارها که دیزل ژنراتور در حالت کاری بمونه و کم نیاره و خاموش نشه. اگر قرار هست یک شیفت کاری از این موتور استفاده بکنید، عرض کردم 8 تا 10 ساعت تا حدود 85 آمپر میتونید با خیال راحت حساب بفرمایید. و اگر این موتور برای شما مصرف 24 ساعته داره، معدن یا نیروگاه، شما روی 75 آمپر بیشتر حساب نشان دارید. اگر بارهای شما تک فاز هست و میخواید روی موتور بار تک فاز بریزید، لطفاً بارها رو متقارن کنید. تقارن بار مفهوم این است که بیشتر از 10% با هم اختلاف نداشته باشید. در این صورت 3 تا بار 75 آمپری میتونید روی 3 تا فاز قرار بدید. بار متقارن یعنی که اگر یک فاز شما 75 آمپره، اون یکی فاز حداکثر 85 آمپر یا 80 آمپر، این یکی 70 یا 68 آمپر. بیشتر 10% اختلاف در فازها باعث لرزش دیزل ژنراتور و در نهایت وارد شدن آسیب به دیزل ژنراتور میشه. حداکثر بار ضربه‌ای که میتونید به موتور بدین 40 آمپر، یعنی در شرایطی که هیچ باری روی موتور نیست، اگر قرار باشه ما روی موتور بار بذاریم، بزرگترین باری که میتونیم روی موتور بذاریم 40 آمپر.
بعد از اینکه بزرگترین بار روی ژنراتور قرار گرفت، بارهای دیگه به تدریج میتونن وارد مدار بشن. این دیزل ژنراتور میتونه به صورت یک مرتبه یک الکتروموتور 40 اسب رو برای شما راه‌اندازی بکنه. همچنین به صورت یک مرتبه میتونه یک UPS 50 کاوا رو راه‌اندازی. برسیم به مباحث اپراتوری و نگهداری موتور. این دیزل ژنراتور نیاز داره به یک باتری 75 آمپری. اگر میخواد خیالتون راحت باشه، یه باتری 90 آمپری براش تهیه بفرمایید. باتری ایرانی 2 تا 3 تا برندی که هستن باتری خوبی هستن، انتظارات رو برآورده میکنن. هر کدوم 6 ماه دوره وارنتیشون هست که با خیال راحت میتونید استفاده کنید. باتری 30 دستی و باتری خشک در گزینه بهتری هست نسبت به باتری اسیدی. مصرف سوخت این دیزل ژنراتور 24 لیتر در هر ساعت. 24 لیتر میانگین مصرف است. از 21 لیتر ممکنه باشه تا 28 حتی 30 لیتر. بستگی به شرایط جغرافیایی شما، شرایط آب و هوایی و البته ترکیب و کیفیت گازوئیلی که برای موتور استفاده میشه. حجم رادیات این موتور 13 لیتر هست. توصیه ما این است که اگر میخواهید رادیات موتور را پابود فرمایید، نسبت 50-50 یعنی 6.5 لیتر آب رادیاتور و 6.5 لیتر ضد یخ ضد جوش استفاده بفرمایید. توصیه اکید میکنم از آب معمولی استفاده نکنید، از آب رادیاتور استفاده بفرمایید. قیمت آنچنانی هم نداره. حجم کارتل این موتور 8 لیتر هست. هر تعویض روغن شما نیاز به 8 لیتر روغن خواهید. روغن‌های ایرانی که در بازار هستن خوبن. توصیه اکید دارم از روغن توربو دیزل استفاده بفرمایید. 2 تا 3 تا برند معروف هستن روغن‌های توربو دیزل خوبی دارن، خیلی راحت استفاده بفرمایید. تا به اعتقاد من اگر دیزل ژنراتور کل فابریک گرفتید که داخل کارتلش روغن هست و نمیدونیم چه زمانی در کارتل میمونه، توصیه من این است که روغن رو تخلیه بفرمایید و روغن ایرانی تازه استفاده بفرمایید. دسته و فصل سال میتونید از روغن‌های با ویسکوزیته بالا یا پایین استفاده بکنید. مثلا در فصل گرما روغن 50 روغن خوبی هست و در فصل سرد 1540 یا 2040 اگر خیلی سرد باشه 1530 میتونید استفاده بفرمایید. توصیه ما برای دوره تعویض روغن دیزل ژنراتور 150 ساعت هست، یعنی هر 150 ساعت یک بار روغن و فیلتر روغن موتور رو عوض بفرمایید. این نکته که باز برای مهندسین مشاور و مهندسین طراح ذکر کردم اینجا، بحث هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور. هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور معمولا در پروژه ها دیده نمیشه. اگر در فضای باز استفاده می‌فرمایید از این موتور، پروژه در معدن، در پشتگان و همسالان رو کشتی، نیازی به کار خاصی نیست. ولی اگر قرار است که دیزل ژنراتور بهتون که بخونه این اخص به طبقات منفی کار بکنه، داشته باشید این موتور نیاز داره به 230 CFM هوا برای استنشاق یا احترامش و 2500 CFM برای خنک کنید، یعنی سرجم چیزی حدود 2730 یا 2750 CFM هوا میخواد. این 2750 CFM برای دماغه پیرامونی 27 درجه نهایتاً 30 درجه سانتیگراد است. اگر محیط پیرامونی شما از این گرمتر هست که معمولاً در ایران گرمتر از این هست، باید بفرمایید که با توجه به حداکثر درجه حرارت محیط این انداد CFM باید با ضرب اصلاحی اصلاح بشن و داده اصلاح شده در فرمول‌های شما استفاده بشین. عرض بنده تمام شد. بسیار سپاسگزارم از اینکه حوصله کردید و این ویدیو رو تماشا فرمودید. اگر مطالب براتون مفید بود خواهش میکنم ویدیو رو لایک بفرمایید و به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید. اسلاید بعدی راه‌های ارتباط با بند و شرکت دژ ذکر شده. خوشحال میشم که با شما در ارتباط باشم. از زمان هر نکته‌ای سوالی فرمایشی داشته باشید با کمال افتخار خدمت شما خواهم بود. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بفرمایید. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارشون.